کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی به توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که شب 17 به 18 مای سال 2023 در جمهوری هوای نامساعد در نظر داشته شده باریدن باران‌های شدید و رعد و برق پیش بینی کرده می شود. همچنین در ناحیه‌های کوهی و نزد کوهی کشور به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان احتمال ناگهان بالا رفتن سطح آب دریاهایی که از جنوب وادی ایسار جاری می شوند، دریاهای یوخسو و قزلسو وجود دارد. در راه‌های کوهی خطر لغزش ترمه، یرچ و ریزش سنگ نیز از احتمال دور نیست. در این رابطه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به ساکنان و ماموران کشور توصیه می‌دهد که در این روزهای پربارش و خطرزا از سفرها به ساحل دریا و آب انبارها و کوهها خودداری کنند. همچنین به تأخیر انداختن سفر با راه‌های کوهستانی توصیه داده می شود. همچنین کمیته از ساکنان خواهش می کند که هنگام سفر از طریق راه‌های کوهستان و عقبه‌ها احتیاط کنند. از رفتن به دامنکوها و دشت‌ها برای جمع‌آوری زنبوروغ، علف و گیاه‌های دارووار، جمع‌آوری ایزم، ماهی‌داری و شکار، مال چرانی و غیره خودداری نمایند. غیر از این کمیته به خاطر پیشگیری از خطر سیل‌ها از اهالی خواهش می‌کند که سر وقت جوی و سیل روح‌ها را از هر گونه مانع‌ها تازه کنند تا که آب زیاد با مجرای خود جاری شده به خانه‌های مردم و میدان‌های کشت ضرر نرساند. خود را احتیاط کنید.